گاز می‌خواد یکم. یکم گازش ممکنه تموم شده باشه. آره الان بازش میکنیم. رضا خانم پاتی دقیقه برمی‌داری؟ می‌بینی که من گاز در بیارم؟ دقیقه در بیاره بابا تو بشین من گازو بردارم. رضا خانم به شما خوش میگذره؟ تو باز خود دستی تو خونه؟ نمیای بیرون پیش ما؟
باید محکم بزنی تو زدی محکم بزن زمین ها دو دستی بزن بعد یه خودم فشارش بده با هم نیسته بیا ماما قاشقت کن نقطه کوره نه تو با این قاشقا میخوره با این میخواد دادا من نیارم چنگالش که صندلی ببوزه این وقتا خوبه؟ اصلا لیوان نیاوردی داریم یکی داریم خیلی یه چیزایی یاده رو برده دلسته بزا من برم من این بود سلام خدمت همه دوستان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید من علی معماری هستم امروز به اتفاق همسرم و رضا خانم کوچولو اومدیم روستای تله روستای تله جزو روستاهای ییلاقی مرزن‌آباد هست بسیار بکر هست و منظره بسیار زیبایی داره این روستا من تقاضایی که از همه دوستان دارم این که کیسه زباله حتما همراه خودشون داشته باشن چون من خیلی ها میبینم که همه میرن کمپ میکنن ولی موقعی که وسیله هاشون رو جمع میکنن همیشه کلی زباله روی زمین باقی مونده و این اصلا خوب نیست نکته دوم این که سعی بکنن جاهای آتش روشن بکنن که قبلا آتش روشن کردن واسه اینکه ما به زمین و چمن آسیب نرسونیم یا اگه براشون امکان داره آتشدان همراه خودشون داشته باشن آتش رو داخل آتشدان روشن بکنن نکته بعدی این که هر جایی که صرفا ماشین میره ماشین اونجا نبرن خیلی جاها رو ماشین رو میتونن یه جا کنار پارک بکنن و پیاده برن اونجا حتما نیاز نیستش که ماشین رو تا اون جایی که میخوام برن حتما ببرن چون باعث تخریب زمین میشه تمام زیبایی طبیعت به تمیز بودن و سالم بودنش وقتی که ما اونو خراب بکنیم و کثیف بکنیم قطعا هیچ زیبایی نداره و هیچ کس نمیتونه از اون لذت ببره همه صحبتشو میکنن که این کارو بکنیم
ولی خیلی این کار نمیکنن. بهتر اول عمل بکنیم، با عملمون نشون بدیم که بله ما این کارو میکنیم، زباله نمیریزیم، آتش رو جای بد روشن نمیکنیم، زمین رو خراب نمیکنیم و بعد بریم صحبتشو بکنیم. این یه تقاضایی که من از همه دارم. خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم امروز هر کی هر جایی که هستش بهش خوش بگذره، لذتشو ببره و هیچ زباله‌ای هم از خودش باقی نذاره.